دوستای جان ما سوال دادنی بودم که یعنی یکم آیتی هست، یکم دعایی هست که انسان قلبی آدم سیاه شده باشه و کینه و نفرت داشته باشه، همینا را به کدام راه میتونی کار کردن؟ دعا کنید با زبان تاجیکی به خداوند. همون کسی که درباره‌اش کینه داره، خداوند کینه ها را از قلب من دور کن گفته دعا کنید. در خداوند چه میگه؟ سوره حدید سوره ربنا لا تجعلنا في قلوبنا غلا للذین آمنوا. خداوند در قلب ما اصل و کینه را نسبت مسلمان ها جای نده. والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. در دوامش همین است که ربنا لا تجعلنا فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. صادقانه به الله دعا کنید که خدایا در قلب من نسبت کسی از مسلمان، کسی از خواهر و برادرای مسلمانم کینه نگذار در همون حیات دو روزه. چند سال پیش همین چیز رو خواهر فرنگز من خوانده بودم که وقتی به کسی کینه داری به او دعای نیک کن، کینه ها از بین می رود. والله در تجربه هم همین چیز رو من کردم و خواهران عزیز موفق شدم. کینه من و شما رو می سوزاند. وقتی که نسبت کسی کینه داریم، بدخواهی داریم، بدبینی داریم، از اون زیاد خودمو سوختن میگیریم. قلب با کینه و با حسود خودش رو خودش نابود میکند و اصلا آرامش نمییابد. وقتی دست به الله برداشتید و گفتید خداوندا از طرف شیطان است، از طرف نفس است، من به فلانی بدخواهی دارم، فلانی رو بخشیده نمیتوانم، خدایا قلب من رو پاکیزه کن، قلب ها در دست تو است. و آن انسان رو هم به راه راست هدایت کن، مشکلی های همون انسان رو برآورده کن، همون انسان رو از اهل جنت کن. سبحان الله که اینها برطرف می شود. یعنی درباره او هم دعای نیک کنید، هم برای قلب خودتان دعا کنید. و برای این حتمی نیست یک دعا و یک آیت مخصوص بخونید، خالصانه با زبان همان خودتان به خداوند التجا کنید، انشاءالله از بین می رود. و خوش به حالتان که از پی اصلاح قلب هستید خواهر فرنگز.